به نظر در آینده پولدار میشی؟ اگه میخوای بدونی بیا تا بهت بگم. اگه میخوای بدونی که در آینده پولدار میشی یا نه، باید ببینی که این 8 ویژگی رو داری یا اینکه نداری. اگر این 8 ویژگی رو داری، در آینده پولدار و ثروتمند میشی. اگه نداری، احتمالش خیلی کمه. پس بریم تا بهت زود بگم که این 8 نشونه چیه. انعطاف پذیری. اولین نشونه اینه که تو آدم انعطاف پذیری هستی یا نه. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره. گاهی شرایط سخت میشه، ولی تو به جای شکایت کردن خودتو با شرایط جدید وفق میدی. مثل استیو جابز که وقتی از اپل اخراج شد دست رو دست نذاشت، یه شرکت جدید ساخت و بعداً قوی تر از همیشه به اپل برگشت. تفکر مثبت در مشکلات. نشونه دوم در مقابل مشکلات تفکر مثبت داشتنه. وقتی یه مشکل پیش میاد، به جای اینکه بگی چرا من، میگی چطور میتونم حلش کنم. این تفکر باعث میشه همیشه یه قدم جلوتر باشی. یه مثال معروف مثلا توماس ادیسون بعد از 1000 بار شکست گفت من 1000 روش پیدا کردم که کار نمیکنه. دنبال سرمایه‌گذاری هستی. نشونه سوم اینه که تو دنبال سرمایه‌گذاری باشی. به جای اینکه فقط پسنداز کنی، دنبال یه راهی باشی که رشد پولتو زیاد کنه. وارن بافت از 11 سالگی سرمایه‌گذاری رو شروع کرد و الان یکی از ثروتمندترین آدمای دنیاست. سرمایه‌گذاری یعنی فکر بلند مدت داشتن و تو این ذهنیت رو داری. برای زمانت ارزش قائلی. نشونه چهارم اینه که زمان برات طلا باشه. تو وقتی تو هدر نمیدی و میدونی هر دقیقه چقدر ارزش داره. ایلان ماسک میگه من برنامه‌هامو برای هر 5 دقیقه تنظیم میکنم. حالا فکر کن تو یه روز چقدر میشه کار انجام داد. به آینده امیدواری. نشونه پنجم اینه که تو به آینده خودت امیدوار باشی. امیدواری یعنی دیدن نور تو تاریکی. تو باور داری که میتونی موفق بشی و این باور باعث میشه هیچ وقت دست از تلاش بر نداری. امید موتور پیشرفتت. اهداف بزرگی داری. نشونه ششم تو اهداف بزرگی باید داشته باشی. آدمای موفق اهداف کوچیکی ندارن. اونا به چیزای بزرگ فکر میکنن و براش میجنگن. به جف بزوس نگاه کن، هدفش فقط یه فروشگاه اینترنتی نبود، اون میخواست خرید کردن رو برای همیشه تغییر بده و موفق شد. با آدمای معمولی وقت نمیگذرونی. نشونه هفتم تو با آدمای معمولی وقت نمیگذرونی، اطرافیانت روی تو تأثیر میذارن. اگه با آدمای الهام بخش و موفق به پلکی، تو هم مثل اونا رشد میکنی. تو میانگین 5 نفری هستی که بیشترین وقت رو باشون میگذرونی. پس دقت کن با کی وقت میگذرونی. همیشه در حال یادگیری هستی. نشونه هشتم تو همیشه در حال یادگیری هستی. ثروتمندا هر روز چیزای جدید یاد میگیرن. بیل گیتس روزانه 1 ساعت کتاب میخونه. تو هم همین الان اگه داری این ویدیو رو میبینی یعنی برای رشد شخصیت وقت گذاشتی. این یعنی مسیر موفقیت و تو نشونه هشتم رو داری اگه تا اینجا این ویدیو رو دیدی. خب اینم 8 نشونه‌ای که بهت میگن در آینده ثروت میشی یا نه. حالا نوبت توئه. چند تا از این نشونه‌ها رو توی خود می‌بینی؟ نظرتو برام تو کامنت‌ها بنویس. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و برای دوستات بفرست. یاد نره که کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوهای بعدی موفق و پولدار باشی. زود بگو.